وحدت هانانوف که فرستاد تو زمین استقلال، یه پاس رو به عقب خطرناک. این پاس اشتباه میتونه کار دست استقلال بده. حسینی تو زاویه سر دور کرد، پشت محوطه جریمه زمین. امید عالیشاه به توی دروازه، چه تعویضی میکنه یحیی گل محمدی. باید بگیم همون همیشگی، یعنی امید عالیشاه واسه برای پرسپولیس گل میزنه. کجا رفت؟ یکی بگیره امید عالیشاه رو. پرسپولیس 1 استقلال 0. سکوهای قرمز آزادی رفت رو هوا تا بازی 1-0 بشه. رجبی و نکونام صحبت میکنن. خروج سید حسین حسینی نتونست دوباره رو به موقع به چارچوب برگردونه. پرسپولیس 1 جلو میافته. باز هم امید عالیشاه که دروازه استقلال رو باز میکنه. با هم که میبینیم صحنه آهسته رو، یک کنترل، یه ضربه و توپی که رفت گوشه دروازه استقلال قرار گرفت. پرسپولیس 1-0 جلو افتاد. اون پاس رو به عقبه کار دست استقلال داد. تعویض عمری عالیشاه جواب داد. اومدن بین خط دفاعی و هافبک استقلال توپ گرفتن.